برای ساختن این لوستری که میخوام بهتون یاد بدم تصمیم گرفتم از اکسسوری هم استفاده کنم که در واقع با یه تیر نشون بزنیم. اولین کاری که میکنین برین گل فروشی و از این مفتولایی که استفاده میکنن برای بستن گل تهیه کنین. این مفتولا انقدر نرم و لطیف و نازک هستن که حتی با دستم مثل من میتونین بهشون فرم بدین. خوبیشون هم اینه که ضد زنگن و اصلا با خیس شدن به هیچ عنوان زنگ نمیزنن و رنگ خمیرتون رو تغییر نمیدن. هر فرمی که دوست دارین با دست ایجاد کنین. اگر نتونستین از این سیما استفاده کنین، از ابزار فروشی ها سیم مفتول بگیرین، ولی اونا یه مقدار ضخیم‌ترن و باید حتما با انبردست یا دنباریک خمشون کنین. خب گل فروشی ها برای اینکه معمولا این سیما رو کات کردن توی اندازه های حدود 20 سانتی دارن، باید اسکلتتون رو تیکه تیکه بسازیم. مثل من با اون طول سیم تونستم فقط 2 تا گلبرگ بسازم و یه دونه دایره ریز به عنوان پرچم گل زدم، ولی بعدش چند تا تیکه دیگر رو همون فرم درآوردم و با هم دیگه وصلشون کردم و شد این گلبرگ سیمی که میبینین. حالا شروع کنین با چسب کاغذی این گلبرگا رو اینجوری کاور کنین که سیمتون پوشونده بشه و شما یه سطحی داشته باشین که در واقع بتونین رنگ‌آمیزی کنین یا خمیرگذاری کنین. توی کارهای ظریف مثل همین گلبرگ‌ها توصیه میکنم که از چسب کاغذی باریک استفاده کنین و سعی کنین تا جای ممکن لایه کمتری چسب بزنین اگر میخواین کار ظریف و شیکی داشته باشین. هر سایز اکسسوری که میخواین، از گل گرفته تا گوشواره و گردنبند و چیزای خیلی ظریف، شما میتونین با همین روش انجام بدین. و این مفتولایی که گل فروشی‌ها دارن خوبیشون اینه که حتی توی ساخت گوشواره و ساخت تمام اکسسوری زیورالات هم باهاتون همکاری میکنن و راحت فرم میگیرن و خم میشن. من تمام گلبرگا رو طبق همین روشی که توضیح دادم کاور کردم و فعلا یه فرمت گل کاغذی دارم. از اونجایی که این چسبای کاغذی یکم بمونن از همدیگه باز میشن، مخصوصا توی سازهای ظریف، پس قلمومو به چسب چوب رقیق شده آغشته کردم و روی سطح باهاش پوشوندم. بعد فقط یه لایه دستمال کاغذی رو روی هر گلبرگ چسبوندم. اینجوری گلبرگا میتونن انعطاف داشته باشن. اما شما میتونید خمیر دستمال کاغذی بچسبونید که به شدت ظریف‌تر و صافتر در میاد. برای ساخت خود بدنه لوستر یه ظرف یک بار مصرف رو برداشتم و تهش رو سوراخ کردم که سیم رد شه. بعد یه ظرف کوچیک دیگرم روش قرار دادم که بتونه به عنوان یه برجستگی عمل کنه. با چسب شیشه‌ای برای اینکه یه استحکام خوب داشته باشه سازم، این دوتا رو به هم دیگه وصل کردم و خوب فیکس کردم. دقت کنید که کاسه بالایی دقیقاً وسط کاسه پایینی باشه. به همین راحتی اسکلت لوستر ساختین. حالا میریم برای خمیرگذاری. یکی از روشایی که بتونین یه خمیرگذاری خیلی خیلی صاف و صیقلی و یه دست داشته باشین اینه که خمیرتون رو پهن کنین. پهن کردن خمیر یعنی بذارینش یه لایه سفره یا مشمع، بعد با وردنه همینجوری که دارین میبینین خوب محکم و از همه جهات با فشار یه نواخت خوب خمیرتون رو صاف کنید. دقت کنید که خیلی زیادی نازک نشه چون اونجوری دیگه به کارتون نمیاد و میچسبه به خود مشمع. یه لایه یک نواخت ضخیم، تقریبا ضخیم بمونه کافیه. بعد با خود نایلونی که خمیر روش هستش خمیر رو برگردونین روی سازتون و خوب همه نقاطش رو تاچ کنین که بچسبه به اسکلت زیر. بعدم که مشمع رو از روش بردارین و میبینین که یه خمیر یه دست همه جای سازتون کشیده شده. این بهترین روشیه که میتونین به راحتی سطح خیلی صاف و با ضخامت یک نواخت داشته باشین. بعد از اینکه تمام سطح لوسترتون رو با همین روش پوشوندین، دیگه وقتشه که حالا صافکاری آخر رو انجام بدین. با این کاردک‌های هنری یا اصلا کارت بانکی یا کاردک‌های خمیرکشی قنادی‌ها میتونید آغشتش کنید به آب یا روغن مایع و همینطوری آروم آروم روی سطحتون بکشین. هیچ فشاری ایجاد نکنین که اون ضخامت یک نواختی که ایجاد کردین از دست نره. فقط کثیف کاری‌ها یا برجستگی‌های اضافی رو از بین ببرین و یک دستش کنین. توصیه میکنم صبور باشین و توی این مرحله برای این کار صافکاری خیلی انرژی بذارین، چون اگر بدونین که چقدر سنباده زدن قراره ازتون انرژی ببره، تمام تلاشتون میکنین تا جای ممکن توی همین مرحله صافکاری تمام و کمال رو انجام بدین. بعد از زمان گذاشتن خوب واسه صافکاری باید تقریبا به یه همچین نتیجه‌ای برسین.
معلومه که خمیرشون تخم مرغ فوق‌العاده صیقلی نمیشه تو این مرحله، اما تا جایی که از دستتون برمیاد این کار انجام بدین. و قسمت مهمتر و سخت‌ترش که همیشه قسمت‌های مقعر سازه ها هستن رو اصلا ازش غافل نشین. میتونین با این ابزار آشپزخونه‌ای که دارین هی با آب یا روغن آغشتش کنین و با فشار خیلی لطیف و نرم صافش کنین. هم به بس کردن سرپیچ میتونین از این دایره هایی که لوس فروشی ها آماده دارن تهیه کنین که بتونین لامپی که میخواین به سازه وصل کنین توی یه ارتفاع پایین تر از کف لوستر باشه. این دایره ها خودشون یه فضا واسه رد شدن سرپیچ دارن. دو قسمت سرپیچ رو از هم باز کنین، از دایره رد کنین و بعد دوباره همون شکلی به همدیگه ببندین. حالا دیگه خیلی محکم و فیکس سرپیچ توی سر جای خودش قرار میگیره که با خیال راحت میتونین لامپتون رو بهش وصل کنین. سیم رو هم که از همون سوراخی که توی مرحله اسکلت سازی ایجاد کرده بودیم رد میکنم. حالا تا اینجای کار یه نمای کلی از کاری که انجام دادیم داشته باشیم. این مرحله دیگه انتخابی و سلیقه‌ایه که شما کارتون رو ضد آب کنین یا نه، ولی خیلی ساده است. هر ماده ضد آبی که دلتون می‌خواد انتخاب کنین و فقط به قدمو به سطح کارتون بزنین و وایسین خوشه. گلایی که ساخته بودم هم که می‌بینین با نخ نامرئی وصل کردم به اون فریم فلزی که تهیه کرده بودم. شما میتونین از نخ کنفی، روبان یا هر چیزی که دوست دارین استفاده کنین. این صرفاً یه طرحی بود برای دوست اتاق بچه.